خاطر ما مناظره داشتن، باز در مردم اینطور میگفتن یا محمد قبول نداره. سعی کنه اینجا هم از متشابهات کار میگیره. میفهمه چی میگفت؟ یا محمد قبول نداره. او مردم اینطور فکر میکرد که اینی مردم محمد قبول نداره. او منظورشان خو اینطور بود که این مردم یا محمد گفتن چی نیسته؟ قبول نداره. ما میگیم که یا محمد گفتن در شان پیغمبر اگر حیات باشه نزدیک هم باشه بی ادبی است. چیسته؟ چرا که یا محمد یا اعرابی گفته، یا یهودی گفته، یا منافق، یا الله یا جبرئیل امین. الله و جبرئیل امین خود چیست؟ بگوی مکلف نیستن، اما دیگرها امو کسایی گفته که وا قدر و قیمت پیغمبر علیه السلام نمیشناختن وا گفته. او یا قطعا مناظره سری ازی داره. او بعد از وفاتش یا محمد کلمه یا برای حاضر شدن استعمال میشه. چی؟ او فلانی. برای کسی آواز میدی که او بشنوه و مقصدی تم بدانه. پیغمبر میشنوه، مقصد آدم میدانه، در مشکل رسیده میتونه. باز دیگه مولایش گفت که نه، ما به او طریقه نمیگیم، به طریقی چی میگیم؟ محبت. به طریقی چی میگیم؟ محبت با پیغمبر عبادت است یا غیر عبادت؟ محبت با پیغمبر جز ایمان است، عبادت است. کسی که محبت با پیغمبر نداشته باشه کافر است. چی است بگوی؟ کافر است. خب وقتی که محبت پیغمبر عبادت شد، عبادت طریقه داره یا نداره؟ طریقش کی بیان میکنه؟ در کدام جای پیغمبر ما را گفته که مرا صدا کنی برای محبت ما یا محمد؟ و میگه کسی که مرا محبت میکنه سنت مرا زنده کنه. اگر محبت میکنه درود بفرسته بالای کی؟ نگفته که یا محمد، گفته چیخ بزن.